یک ایرانی در قلب نجف، شهری که برای سالها نماد مقاومت و مرجعیت شیعه بود، ایستاد و اون در برابر قدرت مطلقه صدام حسین تنها یک سلاح داشت: نفوذ معنوی. اما سوال بزرگ اینجاست: چطور یک روحانی ایرانی تبار در دوره‌ای که عراق در آتش جنگ و سرکوب سوخت تونست تبدیل به نقطه اتکای میلیون‌ها نفر بشه؟ در دهه‌ای که صدام با حمله به کویت عراق رو به بحران فرو برد و بعد با وحشیگری تمام هر صدای مخالف رو در هم شکست، اون در برابر فشارها مقاومت کرد. اونو شکنجه کردن، به زندان بردن، تهدیدش کردن و حتی تلاش کردن اون رو ترور کنن. اما جمله‌ای که اون در جواب بعضی از اتفاقات گفت تا به امروز در دل عراقی‌ها مونده. اون گفت سرنوشت ما با سرنوشت عراق گره خورد. این ویدیو درباره آیت الله سیستانی، روحانی ایرانی تباری که در ایران متولد شد و تونست جایگاه یک رهبر رو برای میلیون‌ها عراقی تثبیت کنه. با آن همراه باشید تا در این ویدیو نگاهی به گوشه‌هایی از این موضوع بندازیم. سلام و خوش آمدید به این ویدیو. سید علی سیستانی در سال 1309 شمسی یعنی 1930 میلادی در استان خراسان ایران چشم جهان گشود. گفته شده که اون در محله نزدیک به حرم امام رضا متولد شد و کودکیش رو هم در همونجا گذروند. آیت الله سید علی سیستانی گفته شده که از نسل امام زین العابدین و از نوادگان خاندان‌های علمی بزرگ بوده. ریشه‌های خانوادگی اون به میر محمد باقر داماد یکی از فیلسوفان برجسته جهان اسلام میرسه. همین پیشینه علمی و مذهبی از همون ابتدای زندگی مسیر اون رو تا حد زیادی مشخص کرده بود. اون تحت تربیت پدرش سید محمد باقر سیستانی از 5 سالگی خوندن، نوشتن و حفظ قرآن رو آغاز کرده بود، سنی که بسیاری از کودکان هنوز درگیر بازی‌های کودکانن. اما همزمان با کودکی اون، ایران وارد یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های خودش در تاریخ معاصر شد. در همون سالها رضا شاه سیاست کشف حجاب رو اجرا کرد. نیروهای امنیتی در خیابان‌ها زنان رو مجبور به برداشتن پوشیه و حجابشون می‌کردن و این باعث اعتراض گسترده مردم و روحانیون و اون اجتماع در مسجد گوهرشاد و به خاک و خون کشیده شدن اونها شد. اتفاقی که گفته میشه در اون 1600 نفر در مسجد گوهرشاد کشته شدن. این فضای پرتنش سیاسی و مذهبی اولین مواجهه نسل سیستانی با مفهوم قدرت، سرکوب و مقاومت بود. در حدود سال 1120 شمسی یعنی 1941 میلادی، زمانی که سید علی سیستانی تنها 11 سال داشت، وارد مراحل جدی تحصیلات حوزوی شد. اون با سرعتی غیر معمول مراحل مقدمات، سطوح و بعدش دروس خارج رو پشت سر گذاشت. در دوران نوجوانیش در کلاس‌های علم کلام و فقه نزد اساتید بزرگی مثل شیخ مهدی اصفهانی و شیخ مهدی آشتیانی حضور پیدا کرد. آتش علمی اون به حدی بود که در 18 سالگی تصمیم گرفت به قم مهاجرت کنه، شهری که در اون زمانی که از مهمترین مراکز فقه شیعه محسوب میشد. اون در اون سالها در درس‌های سید محمد حجت کوکمری و سید حسین بروجردی شرکت کرد، دو مرجعی که نقش بزرگی در شکل‌گیری تفکر فقهی اون داشتند. اما نقطه مهم زندگی سید علی سیستانی در سال 1329 شمسی یعنی 1950 میلادی شکل گرفت، زمانی که اون برای زیارت اربعین وارد عراق شد. سفری که در ابتدا یک سفر مذهبی محسوب میشد، اما در واقع آغاز اقامت دائمی اون در عراق بود. اون بعد از زیارت کربلا به شهر نجف رفت، شهری که برای قرنها مرکز علمی تشیع بود و در مدرسه‌ای ساده و در اتاقی کوچیک زندگیشو ادامه داشت، زندگی که با زهد و سادگی همراه بود. در نجف شاگرد برجسته آیت الله ابوالقاسم خویی و شیخ حسین هلی شد و حدود 10 سال نزد اونها تحصیل کرد. اما همزمان در درس‌های سید محسن حکیم، رهبر مهم شیعیان در اون زمان شرکت داشت. این دوران با تحولات بزرگ سیاسی همراه بود: سقوط سلطنت عراق، روی کار اومدن عبدالکریم قاسم و رقابت شدید میان کشورهای عربی که فضای پرتنشی رو ایجاد کرده بود. در کنار اون موج کمونیست در منطقه گسترش پیدا کرده بود و حوزه‌های علمی درگیر چالش‌های فکری جدید شده بودند. و جالب اینه که گفته میشه آیت الله سیستانی در همین دوران 10 کتاب درباره نظریه مارکسیستی مطالعه کرد که در اون زمان نشان دهنده رویکرد تحلیلی و شناختی و نسبت به جریان‌های
فکری زمان خودش. در دهه 1140 شمسی یعنی 1960 میلادی آیت الله سیستانی علاوه بر پیشرفت علمی به زهد و انضباط فردی مشهور بود و مثل خیلی دیگه از علمای تشیع و افراد شناخته شده حوزه‌های علمیه، زندگی شخصی اون هم در یک منزل استیجاری و با حداقل امکانات بود. یه روایت معروف هم وجود داره که میگن در شب عروسیش یکی از دوستاش یک تخت فرش به اون هدیه داد و این فرش تنها دارایی در درون خونه اونها بود. و از سمت دیگه همسر آیت الله سیستانی هم از خانواده شناخته شده تشیع بود و نسبت خانوادگی با سید محمد حسن شیرازی داشت. آیت الله شیرازی معروف رهبر نهضت تحریم تنباکو. گفته شده که بعد از تلاش‌های فراوان آیت الله سیستانی در سن 31 سالگی به درجه اجتهاد رسید و اصطلاحاً آیت الله شد. دهه 1140 تا 1150 شمسی یعنی 1960 تا 1970 میلادی دوران کودتاهای متعدد در عراق بود. من تو چند تا ویدیو دربارش صحبت کردم، کودتا پشت کودتا، و میگفتن علیرغم اینکه فضا اون زمان ملتهب بود و خیلی از افراد سراغ اتفاقات سیاسی و فعالیت‌های حزبی میرفتن، آیت الله سیستانی همون زمان هم از سیاست کناره میگرفت. اما میگفتن که در صحبتایی که با نزدیکانش داشت این اتفاقات سیاسی رو به شدت تحت نظر داشت و همون زمان هم که جنگ عراق و اسرائیل اتفاق افتاد و خیلی داستان مهمی بود، گفته شده که اون در تدریس فقه خارج نوآوری‌ها ایجاد کرده بود. شاگرداش نقل می‌کردن که هنگام بررسی مسائل اقتصادی قوانین فرانسه و مصر را مطالعه می‌کرد تا فقه رو با شرایط معاصر تطبیق بده. در اواخر دهه 1150 شمسی یعنی 1179 میلادی سقوط محمد رضا شاه پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی ایران منطقه رو وارد مرحله جدیدی کرد. همزمان صدام حسین در عراق قدرت رو در دست داشت و به سرعت وارد جنگ با ایران شد. این جنگ حوزه نجف رو در موقعیت خطرناکی قرار داد. رژیم بعث از علما انتظار داشت از سیاست‌های حکومت حمایت کنند، اما بسیاری از اونها از جمله آیت الله سیستانی و استادش آیت الله خویی حاضر به همکاری نشدند. دهه 1360 شمسی یعنی 1980 میلادی یکی از تاریک‌ترین دوره‌های حوزه نجف بود. رژیم بعث سه سیاست اصلی رو اجرا کرد: تبعید علما، تخریب جایگاه اجتماعی اونها و حتی حذف فیزیکی مخالفان خودش. صدها طلبه و روحانی از عراق اخراج شدند، بسیاری از علمای برجسته زندانی یا حتی اعدام شدند، خانواده‌هایی بودند که به صورت کامل نابود شدند و مساجد و مدارس تاریخی هم بودند که تخریب شدند. تو این دوران اتفاق عجیب هم افتاد. یک حمله نارنجکی با آیت الله خویی انجام شد که اون جان سالم به در برد و نشون داد که قضیه خیلی جدیه و برای این بود که اون رو بترسونن که از عراق خارج بشه، ولی اون کار رو انجام نداد و همین تصمیم روی زندگی آیت الله سیستانی هم تاثیر داشت. اون هم در عراق علیرغم این فشارها و تهدیدات عجیب باقی موند. با بیماری آیت الله خویی، آیت الله سیستانی به درخواست استادش امامت نماز جماعت مسجد خضرا رو بر عهده گرفت. مسئولیتی که نشانی از اعتماد کامل آیت الله خویی به شاگردش بود و به نوعی اعلام جانشین خودش. در سال 1169 شمسی یعنی 1990 میلادی صدام به کویت حمله کرد و بعد از شکست سنگینی که در اونجا براش اتفاق افتاد، قیام شعبانی شیعیان شکل گرفت که با خشونت شدید توسط حزب بعث سرکوب شد. تو این دوران خیلی از علما مثل آیت الله سیستانی دستگیر شدند و حتی در زندان‌های مختلف عراق گفته شده که شکنجه شدند، اما خب نهایتاً اونها از موضع خودشون کوتاه نیومد. بعد از درگذشت آیت الله خویی، فشار حکومت برای کنترل مرجعیت شیعه افزایش پیدا کرد، اما نهایتاً با درگذشت سایر مراجع بزرگ، آیت الله سیستانی به مرجعیت عام شیعیان عراق تبدیل شد. در دهه 1170 شمسی یعنی 1990 میلادی رژیم صدام حسین بارها تلاش کرد تا آیت الله سیستانی رو ترور کنه که یکی از این تلاش‌ها به کشته شدن یکی از کارکنان دفترش منجر شد. بسیاری از اطرافیانش از اون خواستن که از عراق خارج بشه، اما همون جمله‌ای که گفتم پاسخ تاریخی اون به این اتفاق بود که تا امروز این جمله نقل قول شد. اون گفت سرنوشت ما به سرنوشت عراق گره خورده. این جمله بود که یک روحانی ایرانی تبار که تا جوانی در ایران زندگی می‌کرد در مورد سرنوشت عراق و خودش گفت. اون تصمیم گرفت در نجف بمونه و شرایط حصر دائمی بر اون اتفاق افتاد. و نهایتاً حکومت صدام حسین در سال 82 ساقط شد و خانه آیت الله سیستانی که در نزدیکی حرم امیرالمومنین در نجف بود به مکانی شلوغ تبدیل شد که افراد از نقاط مختلف عراق برای دیدار با اون در اونجا حضور پیدا می‌کردند. و خلاصه بعد از اون اتفاق هم به رهبر دینی شیعیان عراق تبدیل شد. علیرغم اینکه سعی می‌کرد مستقیما وارد سیاست نشه، در بزنگاه‌های پیام‌هایی که داد مثل اتفاقی که
داعش رقم زد در عراق و قسمت عمده از عراق رو گرفت و پیام تاریخی که آیت الله سیستانی برای جهاد اعلام کرد منجر به این شد که جریانات شیعی علیه داعش قدرتمند اون زمان جهاد کنند. ممنونم که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. اگر ویدیو رو پسندیدید از لایک و پسند دریغ نکنید. اگر تا حالا در کانال مشترک نشدید حتما این کار رو انجام بدید. برای اطلاع از جدیدترین ویدیو حتما علامت زنگوله رو بفشارید یا در کانال تلگرام مشترک بشید. اگر سوالی، مطلبی، نظری، پیشنهادی بود حتما در قسمت نظرات یا کامنت ها بنویسید. ممنونم و سپاسگزارم.